موفقیت تحصیلی در مسیر تیزهوشان مثل یک سه‌پایه هست که هر کدوم از پایه‌های اون ارزشمندند. یکی از اون پایه‌ها آموزگار و مدرس برتر هست. دومین پایه والدین هستند و سومین پایه فعالیت خود دانش آموز هست. بعضی از معلمین نقش والدین رو کاملا نادیده میگیرن و اونها رو کنار میزنن یا فقط وقتی میخوان شکایت بکنن و نکات منفی از دانش آموز رو به والدین منتقل بکنن باهاشون ارتباط میگیرن و اینطوری در واقع حمایت آموزشی اونها ناقص میمونه و یکی از پایه‌های سه‌پایه ما لنگ میشه. اما یک مدرس برتر تیزهوشان که در آکادمی مجازی فرهوش آموزش میبینه خیلی خوب میدونه که والدین رکن اساسی در پیشرفت تحصیلی داوطلبان تیزهوشان خواهند.